پنجم، روشی A B و G رو مدام به کار بگیرید. نخستین قانون موفقیت تمرکز است. یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید. مستقیما به سراغ همان نقطه بروید و به چپ و راست منحرف نشوید. ویلیام ماتویس. قبل از شروع کارها هر چقدر فکری بیشتر روی برنامه‌ریزی و اولویت بندی کارها بگذارید، کارهای مهمتری خواهید کرد و زمانی که کار را شروع کردید زودتر آن را به پایان خواهید رساند. هر چقدر کار برای شما مهمتر و با ارزشتر باشد، برای غلبه بر تنبلی و دست به کار شدن انگیزه بیشتری خواهید داشت. روش A B و G و G یک تکنیک قوی برای اولویت بندی است که می توانید هر روز از آن استفاده کنید. این تکنیک آنقدر ساده و مؤثر است که استفاده از آن به خودی خود می تواند شما را به یکی از کارآمدترین و مؤثرترین انسانها در حوزه کاراییتان تبدیل کند. ضروریت این تکنیک در سادگی آن نهفته است. روش آن به این ترتیب است: برای شروع کار باید لیست از تمام کارهایی که باید در روز آینده انجام دهید تهیه کنید. روی کاغذ فکر کنید. آنگاه قبل از آن که شروع به کار کنید، کناری هر یک از موردهایی که در لیست خود نوشته اید یکی از حروف A B و G و یا غیر را بنویسید. حرف A برای کاری است که بسیار مهم باشد، کاری که باید حتما انجام دهید وگرنه با عاقبت‌های جدی مواجه خواهید شد. موردی که با حرف A مشخص شده است می تواند ملاقات با یک مشتری خیلی مهم یا تمام کردن گزارشی باشد که رئیستان برای یک جلسه هیئت مدیره که قرار است به زودی برگزار شود به آن نیاز دارد. این موردها قورباغه زندگی شما هستند. اگر بیش از یک مورد از نوع A دارید، آنها را با گذاشتن علامتی A1 A2 A3 و غیره اولویت بندی کنید. کار A1 بزرگترین و زیشترین قورباغه شماست. موردهای نوع B هم کارهایی هستند که باید انجام داد، اما عاقبت آنها زیاد شدید نیست. این موردها بچه قورباغه های زندگی شما هستند. این به آن معنی است که اگر این کارها را انجام ندهید ناراحتی یا مشکلی ایجاد می شود، اما تأثیر آن به هیچ وجه به شدت تأثیری موردهای A نیست. جواب دادن به یک نامه کم اهمیت یا چک کردنی ایمیل ها می تواند جزء موردهای B باشد. قاعده این است که هرگز نباید به موردهای B بپردازید. وقتی که هنوز یکی از موردهای A باقی مانده است، یک بچه قورباغه نباید خیال شما را پریشان کند. وقتی که یک قورباغه بزرگ منتظر است که قورتش بدهید. موردهای و آنهایی هستند که انجام دادنشان خوب است، اما انجام ندادنشان عاقبت در پی ندارد. تلفن زدن به یک دوست، نوشیدن چای یا نهار خوردن با یک همکار یا انجام دادن یک کار شخصی در ساعت کاری می تواند جز این موردهای و باشد. این قبیل موردها هیچ تأثیر روی زندگی شغلی شما ندارد. موردهای G کارهایی هستند که می توانید به شخص دیگری واگذار کنید. قاعده این است که باید هر کاری را که کسی دیگری می تواند انجام دهد به وی واگذار کنید تا وقتی بیشتری برای انجام موردهای A که فقط خودتان می توانید انجام دهید پیدا کنید. موردهای غ آنهایی هستند که می توانید آنها را به کلی حذف کنید بدون آنکه واقعا تغییر ایجاد شود. این موردها می توانند کارهایی باشند که زمان اهمیت داشته‌اند اما دیگر به شما مربوط نمی شوند یا برای شما مناسب نیستند. این کارها را بیشتر از روی عادت یا چون از آنها خوشتان می آید انجام می دهید. پس از آن که روش A, B و G و غیره را روی لیست خود پیاده کردید، کاملا حاضر و آماده خواهد بود تا کارهای مهمتر را زودتر انجام دهید. مهمترین چیز برای این که روش A, B و G غیره را کند این است که
خود را موظف کنید تا بلا فاصله برای انجام موردی یک دست به کار شوید و تا زمانی که به اتمام برسد به کار ادامه دهید. از نیروی اراده خود بهره بگیرید تا مهمترین کار را که می توانید انجام دهید. از نیروی اراده خود بهره بگیرید تا مهمترین کاری را که می توانید انجام دهید شروع کنید و به آن ادامه دهید. قورباغه را کاملا قورت بدهید و تا زمانی که کار تکمیل نشده است از آن دست نکشید. توانایی حلاجی کردن و تجزیه و تحلیل لیست کارها و مشخص کردن کار یک روش است که شما را به بالاترین سطح موفقیت، اعتماد به نفس، عزت نفس و سربلندی پرتاب می کند. وقتی این عادت را در خود بپرورانید که روی کار یک یعنی مهمترین کار خود متمرکز شوید و قورباغه خود را قورت بدهید، آن وقت خواهید دید که می توانید بیشتر از 2 یا 3 نفر از اطرافیان خود فعالیت داشته باشید. قورباغه را قورت بده. همین حالا لیست کارهای خود را مرور کنید و در کنار هر یک از موردهای آن A, B, V, G یا غ بگذارید. کار A1 خود را انتخاب کنید و بلا فاصله روی آن شروع به کار کنید. خود را موظف کنید که تا این کار را به اتمام نرسانید دست به کار دیگری نزنید. در طول 1 ماه آینده قبل از شروع به کار این روش A, B, V, G, غ را هر روز و در مورد هر لیستی که از کارها یا برنامه خود تهیه می کنید به کار بگیرید. پس از 1 ماه عادت شروع و اراده کارهایی را که بالاترین اولویت را برای شما دارند پیدا کردید و آینده شما تضمین شده است.